بریم مسابقه باستانی تیرگان یا تیرگان با جایزه ببینیم. امروز اومدیم برای جشن و پایکوبی. آماده ای؟ بریم. بفرمایید. بچه‌ها تیرگانتون مبارک. عجب روز باصفایی، عجب حال و هوایی داره. حال و هوای عجیبی. دقیقاً من خیلی ناراحتم آقا ایمان. می‌دونی که تا الان جشن تیرگان و این جشن‌های باستانی و کلا هیچ وقت انجام ندادم، نگرفتم. میدونی ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه. دقیقاً خیلی خوشحالم که امروز با بچه‌ها میتونیم یاد بگیریم. شاید خیلی ندونم اسم تیرگان چیه. تو اصلا تا حالا تیرگان رو جشن گرفتی؟ جشن نگرفتم ولی شنیدم. من شنیدم ولی هیچ اطلاعاتی دربارش ندارم. یکی از 4 جشن اصلی ایران باستانه. ببین الان یک زیاد گرفتم. اون یکیاش نوروز و مهرگان و سده است. چه جالب. مامانم هیچ کدوم فقط نوروزش جشن. حالا مجازات تیرگان. بابا ولم کن مجازات. نه ولی جدی امروز 3 بخش داریم. خب 3 بخش ویدیو داریم که توش هم مجازات داریم هم پاداش داریم. آخر ویدیو پاداش میگیره هر کی تو این چالش‌ها برنده شه. من کمربندمو میخوام. نه کمربند نداره این کمربند نداره. این از اون روزای کمربند بردنی. هر چی رو قرار من ببرم کمربند نداره. اونایی که تو میبری همش یه کمربند یه ظاهر میشه. بچه‌ها خوش اومدین به اولین قسمت از جشن وحشتناک تیرگان و همراه مجازات سنگین. میگی مجازات کدوم نداریم؟ قرار نداشته باشیم پاداش. جشن شادی ها و خرمی های تیرگان به همراه پاداش. مثلا به این سرعت عوض شد کلا کل بریم برای چالش اول. میاد چالش اول میبینم که خوراکیه. ایمانم که سریع اون دبه 10 کیلویی آش گذاشته. منم آش میخوام. نه اصلا انقدر حجم آش این کل محله رو برای من دادن. گفتن آش. مامان ایمان برگشتن فکر کنم چون کوروشی استوری گذاشته. فکر کنم همه اینا رو درست میکنن. وای این از این چیزاست. برگه زردالو، نقل، این چی وسطی حلیمه؟ برای ایمان. در خور واقعا در شأن تو واقعا. یه دبه با کله میتونی بری تو. من آشم. خب میاد چالش اولم چیه؟ خب تیرگان چیه اصلا؟ آره. من بدونم. جشن تیرگان روز بزرگداشت تیشتر یا همون ایزد بارانه و همینطور ایزد باران. ایزد خودش باشه. همینطور روزیه که آرش کمانگیر با پرتاب یه تیر مرز ایران و توران رو مشخص کرد. عجبا داستانش رو شنیده بودم اینو. من اینو از ولی نمیدونستم که من تا الان فکر میکنم به ماه تیر ربط داره. باورتون میشه؟ به تیرگان باشه. پس یعنی جشن بارانه؟ نه عزیز روز بزرگداشت ایزد بارانه. خب دیگه بارون میاد. نه تو تابستونه. تیر زده که بارون دیگه نمیاد. دیگه تابستون. چه واسه همینه ما جشن نمیگیریم. آره اصلا میبینی خیلی سطحی ترین. توی ادامه ویدیو هی بیشتر راجبش میفهمیم خب چون که مسابقه است خیلی هاش. فهمیدم. چالش اولم چیه؟ من میتونم از این شروع کنم؟ شروع کن خوردن. توی این مرحله اول عزیز گوش بده. 4 تا از خوراکی‌های جشن باستانی مختلف رو دارین امتحان میکنین. خب بفرمایید شما بفرمایید. واقعا خوردی؟ من که نمیتونم سر بکشم. بلغوره اون گندم انگور خداست. این 4 تا خوراکی رو امتحان میکنین. هر کی حدس بزنه که کدوم یکی از این 4 تا برای تیرگانه 3 امتیاز میگیره. اون چیز آجیله واسه. و اگه بتونین بقیه هم همینجوری حدس بزنین بابت هر کدومشون یه امتیاز بهتون میده. اوکی برای چه جشنیه؟ مثلا آجیل برای عید نیست؟ یا سبزی برای ماهیه؟ مثلا این برای پاتختیه دیگه. یعنی چی؟ جشن. اول شروع کنیم خوردن بعد حدس بزنیم که برای کجا؟ مگه به نظر من زشته. چون این آجیل میبینی اینجا این آجیل خیلی میکس ایرونیه که من خیلی سال نخوردم و نقل رو مثلا واقعا فکر کنم 60 سال نقل نخوردم. تو همه چیزی که میشه خورد و گوشی جلو خودت اینو داری دست من. بیا این آشه خیلی سفته. میدونی؟ آش ماش. آش ماش. آره مثلا ماش بیرون باش. مواظب خودت باش. عادی رشته. خوشحال بودی الان. خوشحالی خوشمزه باشه خیلی. آش کنم. تمام ذهنیتم رو به رشته بود. بیا حالا ببین چه مزه‌ایه. مرسی. بیا اینم آش ماش. مرسی. این چیه؟ این همونی که هخامنشی‌ها می‌خوردن؟ فکر کنم خیلی قیافش آشناست برای من. اینا هم حسی و فود واسه هم درست کرده. بله. اونی که واسه هم غذای هخامنشی ساخته بود همین گفتن. شاید همون باشه. ممکنه.
آش ماش تا نخوردم. آش ماش منم نخوردم. آش ماش فکر نکنم خیلی خوشمزه است. خوشمزه است؟ فرق زیادی با آش نداره. چرا رشته داره؟ نداره دیگه. آش رشته میگشی رشتهش میاد بالا خیلی وای، خاله. رشته من خیلی دوست دارم. عالیه. خیلی آش دارم. خیلی خوشمزه است این. من احتمالاً شاید اینو ساناز ما بیشتر از عاشق آش رشته دوست داشته با باشم. من صحبت نکن. واقعا خوشمزه در تره. مورد می آش- چرا؟ راحت تر خوردنش. اصلا ببین هر چیزی که خوشمزه است سخته دیگه. مزهش که همون مزه آشه، فقط راحت و حلقوم تره. نه حاجی. چرا خیلی دیگه هم جشن ما آش خیلی میخورن توش دیگه نه؟ احساس کنم قضیه تیرگان هستن. نیست. چرا؟ احساس کنم وقتی دیگه ایش آش ماشه البته. ولی آشو مگه روزای سرد آش نمیخورن؟ ماشه، آها تو خالته، تابستون زیاد آشی نیست. بخاطه، آها بخاطه. انگور ولی تو تابستون فکر ما کنم داریم رشد هم بده. مسابقه میدیم. آره مسابقه است. پاداش داره داره. خوش میشه می‌گذره بگیم بهش. چند تا جشن دیگه چیه حداقل که من راحت‌تر بتونم حدس بزنم. صدا بکش. من بگم بهتون جشن. یلدا مثلا. یلدا جز بشه. یلدا که انار میتونه میخورن. باشه یکی از جشن ها هست. حالا آها، نمیدونم درست شد الان. دقیقاً. چقدر خوب که هم نظری من قبل با هم. آره یه آش ذره واسه شب خودت یه چیزی یلدا. بگو. آخه وقتی که هم نظرم باهات چرا چیز کنم؟ آجیل 100 در عیده. من فکر می‌کنم برای عید. نوروز. جشن نوروز. مرسی. چه؟ خب بابا من که از اول گفتم. بقیه‌شو تو بگو. دیریرین، اینو نمی‌خوایم دیریریریرین، من دارم دیریرین، اون هست دیریرین. بلغور گندم پخته و میوه. برقول و گندم. مثل اوتمیل دیگه. اون موقع که مد نبود ما اوتمیل داشتیم. هم برمی‌داری همیشه از چیزا. عجیبه برام. بیا تو دهن دیگه. تو مهمونی هم میری، تو مجلسی هم میری همینجوری قاشق گنده میزنی از چیزا. نه مجلس. من که یه دونه چیز بمونه تو برمی‌داری، حتما مثلا یه جمعیه مثلا لقمه شرم و حیا. لقمه شرم. نه. آفرین. لقمه شرم. هر موقع بخوام میدم مامانم پر کنه برام. آخه. اصلا دیگه میدی من نمیرم سر سفره دیگه. میدی ما هم کوچیک کنه واسه مثلا غذا تو یا نه؟ نه توی خیلی داداش حال کوروش. دختره با کفش پاشنه بلند و منو میاد چقدر مثلا اون هواپیما شد. الان مثلا یه 6 7 ساله با منم این کارو واسم نکرد. هیچ وقت ناراحتم. برای من مرغ جدا نکن مادر. چرا؟ فقط گوشت. چرا؟ اصلا مرغ دوست ندارم. نه منظورم تو دنیایی که فقط مرغ هست تیکه خوبای مرغ آره واسه اگه کنه. فقط مرغ آها. یه سینه رو سینه خوری. رونخور نیستی. من قبلا سینه خور بودم الان جفته. اگه میتونستی هر جای و مکانی داره. بعضی این وقتا آفرین. که خشک‌تره ولی جای می‌شناسن. سینه خیلی بیشتره تا رون. قبول دارم. داره جاهای بیشتری زیاد سینه امتحان ما. نکن دیگه. بقیه‌شو بذار من امتحان میکنم. اوتمیل نه. عاشق دهنیشو دوباره کرد تو. فرق می‌کنه با هم. این خیلی صبحونه‌ای‌تره احساس می‌کنم. یعنی من عادت کردم اینو صبحونه بخورم. دسریه. دارچین، صبونه است دیگه آره، دسر اوتمیله. صبحونه. میوه شیرینه. خود اون بلغورش مزه‌ای نداره خودش به تنهایی، فقط یه لمسی داره. لمس. جنسی داره. من جنسش خیلی دوست دارم. من الان میدونم کدوم برتریگانه به نظر خودم. 3 2 1 بگیم. 3 2 1. عجب آدمی. واقعا؟ جفتتون میگین انگور بله. جفت رو میگه انگور. فکر دیگه نکنم. تابستانه است. آه شما انگور رو نمیبینی. دیگه گفتی. خنک و اگر نیست بریم مطمئنی؟ بعدی. من من عوضش میکنم. من میگم باش بلغور. ها چون کمرای من رفت رو من بلغور. کوروش میگه انگور ولی بله. تندری که عوض کرد به خاطر شک و کمرای تردید من. تو در گفتن مطمئنی بود، برای همین ایمان ترسید عوض کرد. وگرنه من اومدم پا ببرم. برجا موندم برای جواب. بقیه‌شو هیچ نظری ندارین دیگه. آجیل خانم، فقط همه رو میگین من برای گفتم. نه عیده. بگم نه اول میخوام تیرگانو. اول می‌خوای تیرگان اول میخوام بدی. تیرگانو درش خب، واسه امتیاز همون بگیرم. تیرگانو تو اشتباه گفتی. آه. بعد نامردیه. طبق نوشته های ابو ریحان یکی از خوراکیایی ابو ریحان بیرونی؟ تیرگان آماده می‌کردن. من انقدر ایمان عجیب بود رفتارش سر گوش نگیرم چی گفتی. من توی هر گوش هم صدای بازم. چیز باحالیه خدایی. متوجه شدی؟ چیز باحالیه. فهمیدی برنده بودن چه حسی داره؟ احساس نه. می‌کنم نمیدونم چون چرا باختی. انگور رو گفتم. حالا می‌خوام بدونم انگور برای چه جشنیه. من اون جشن رو می‌خوام. وایسا آره من عاشق انگورم. بود. این که نوروز بود، اینم تیرگان بود، اینم اصلا نمیدونم جشن دیگه همه صده. با هم یعنی آش رو جفتتون آره، رو آره. یلدا. جلو بقیه هم که من گفتم اونم نظری ساده با هم است. نداشتیم. همه رو چه آدمی. یه انگور نظر چی داشت که میگی؟ اشتباه بود. یه چند تا جشن دیگه بهمون میگین که عدد یاد گفتی بگیرم. که جشن‌ها صده. هست مثلا نوروز، مهرگان، صده، شانادر، شانادر انگور. چهارشنبه سوری، نمیدونم. اوه آجیل چهارشنبه سوری نقل داره. شانادر انگوره. آجیل چهارشنبه سوری هم میاد. نقل شانادر میگه داره. انگوره. آره.
من نمیدونم شنادر چیه ولی بهش میخورن توش انگور بخورن. مهرگانم میتونه. من انگور. منم گفتم صده. گفتیم نوروز، آشم گفتیم. بابا آجیل نوروز این نیست. من میخوام عوض کنم برای خودم. بابا ایمان من آشو میخوام بکنم چهارشنبه سوری. من میونم رو هم. راست میگه چهارشنبه. از یلدا مگه انار نیست؟ منم خواهیم چهارشنبه سوری. آش ماشو جفتتون اشتباه گفتید. برای جشن سده بود. توی جشن سده خوراکی مثل آش ماش، نون، بادوم، سنجد شیرینی میخورد. ایمان اسکل من تو تا آش ماش نخورده بودیم. اگر واسه یکی از این راست میگه تا حالا خورده بودم. آجیل و جفتتون گفتین عید ولی آجیل مشکل گشای چهارشنبه سوریه. واسه همین امتیاز گفتم میدم. برای چی بهشون میدی خانم؟ من گفتم. یعنی چی؟ عوض کردی ثانیه آخر. میدونم ولی حداقل من بهش رسیدم. ثانیه آخر برگشتی. چون که نزدیک همن بهتون امتیازشو میدم. یک امتیاز میگیریم. مرسی. خیلی پایینی. جفتمون با هم رسیدیم بهش اگه رسیده باشیم. آجیل مشکل گشا 7 تا چیز توشه: بادوم، پسته، گردو، فندق، کشمش، برگ قیسی و نقل. یه برگ قیسی بخوره زره. وای عاشق برگ قیسی. گانه بر سر سفره. چقدر باحال. چه جالب. خوشیومه و با نیت روزی بیشتر و رونق دلم خواست. چه چیز خفنیه. من از بعد آجیل بخورم خیلی حس چیز تری. آجیل مشکل گشا میخوام. کوروش درست گفت. با اینکه مطمئنم هیچ ایده‌ای نداری شنادر چیه. نه هیچی. انگور برای جشن شانادره که برگرفته از دو کلمه شان یعنی انگور و در یعنی چیدنه. قدمتی 3000 ساله داره و ایمان داره میخوره. همزمان با برداشت انگور تو اکثر مناطق ایران. چقدر باحال. به چه زبونی شان میشه انگور؟ امتیاز بیشتر از کوروش. نه دیگه یه اندازن. بلغور گندم بقیه آش ماش باید چی کار داره کنه؟ انرژی بوده نه؟ قیسی بزن دقیق خوره دیگه. 4 امتیاز داری کوروش 2 امتیاز. میا چالش بعدی اون چیه؟ خب 5 تا سوال 3 گزینه‌ای داریم با تم تیرگان که با یکی از مهمترین رسوم این جشن یعنی آب بازی ترکیب شده. آب بازی میگن تو تیرگان؟ هر کی اول بازه رو بزنه میتونه جواب بده و اگه اشتباه بگه نفر بعدی فرصت داره که جواب درست رو بگه. هر یه دونه امتیازی که بگیرین یه دونه بادکنک برای شما میشه که آخر سر به اون تعداد بادکنک‌ها رو میتونیم بزنیم به ایمان. بلای وای همینجا میتونم بزنم تو صورتت یا نه؟ بعد بریم حتما خیست کنم کوروش. ببینیم این بادکنکش همینقدر آب میشد. این چقدر کوچولوه. وقتی بخوره تو سرت میفهمی که زیاد کوچولوه. مال ایمان چه گنده شد. چه چوری میکنه؟ سوسیسی شد. راست میگه ایمان میتره کنیش. بادم جوش گلابیه. خب سوال اول آماده این؟ گزینم به اون میگی؟ من اصلا گوش نکردم انقدر حواسم رفت بادکنک که چی بود بازیشون. آمادم بگو. جشن تیرگان چه روزی از تیر ماه برگزار میشه؟ 1 13 2 1 3 15 چون وسط تابستونه. 13 نه 15 کجا وسط تابستون؟ 15 مرداد وسط. درست گفتی. تیرگان روزی که آرش تیر رو رها کرد از آرش 13 تیر ماه برگزار میشه. باریکلا. واقعا داری میگی؟ آخه یکی تیر خیلی میدونی یکی تیر خیلی تابلو بود. می‌خواستم بگم یک خیلی تابلو بود. یک که خیلی دوگم بود. تیرگان تیره دیگه. یک تیر ولی گذشت. یکی از مراسم مهم جشن تیرگان آببازی و خیس کردن همدیگه بوده. خوشحالم. به این حرکت چی میگن؟ میگفتن آببازی. بگو. 1 تیش ترانه، 2 خیس خیس کنک، 3 آب پاشانک. امیدوارم خیس کنک باشه چون که خیلی حال کردم. آب پاشانکه قشنگ معلومه. خیس کنک بود. اون که تیش ترانه. آب پاشانک. کدومه؟ نه آب پاشانک رو که اصلا آب پاشانکه. حتی درست باشم بهشون میگم اشتباه باشه. خب کدومه؟ دوستم میگم یعنی فکر میکنم تیش ترانه. پس تیش ترانه. میگه خیس کنک.
اشتباه میگی. کوروش تیش ترانه. من گزینه سوم چیز حتی نمیدونی خیس خنک. نه آب پاشانک و تیش ترانه داری. من بگم آب پاشانک چیما. درسته. درست دیدی گفتم، درست گفتم. 2 تا بادکنک کوروش. تو مراسم آب پاشانک مردم به یاد فرشته تیشتر یا همون فرشته دارین گوش نمیدید. پس چرا تیش تران نبود؟ من کوری بخورم که قراره این دوتا رو بزنم بهش. مردم به یاد فرشته باران یا همون تیشتر و به خاطر گرمای تابستون روی همدیگه آب میپاشن تا در دل گرمای تیر ماه گرما رو از تن همدیگه دور کنن. پس چرا اسمش آب پاشانک بود به جای تیش ترانه؟ توی مراسم تیرگان رسم بوده که برای هم دستبند تیر و باد درست میکردن. فلسفه این کار چیه؟ 1 برآورده شدن آرزوها، 2 سلامت و تندرستی، 3 ابراز عشق و علاقه. آرزو. اولین گزینه. آره درسته. فکر کن کوروش گذشته اومده. چقدر اطلاعات. دستبندی به نام تیر و باد رو از 7 ریسمان مختلف میبافتن و به دستشون میبستن. در روز باد از تیر ماه 9 روز یعنی بعد از مراسم تیرگان اینو باز میکردن و توی جای بلندی مثل پشت بوم به باد میسپردن تا خیلی قشنگ بوده. چی مگه یاقوت دیگه دستبنده دیگه. کار قشنگیه. آره خیلی قشنگه. و به هم دستبند بدیم مثلا. بده. الان که ندارم آقای ما. فعلا چیزی که دارم تو بادکنک فقط یکی دیگه هم بهم بدین. سوال 4. چرا آرش کمانگیر برای مشخص کردن مرز ایران تیراندازی کرد؟ 1 برای جلوگیری از جنگ و خونریزی، 2 شکست ایران در جنگ مازندران، 3 مسابقه ورزشی بین ایران و توران. 1 ورزشی که جنگ، جلوگیری از جنگ و خونریزی. گزینه 1 اشتباه. پس شکست ایران در جنگ مازندران. ایران در جنگ مازندران. درسته. یه بادکنک برای ما. برات یه دونه میزنی؟ ببین یه دونه رو یه جوری میزنم. بین ایران و توران سالها جنگ بوده. سپاه ایران هم شکست میخوره و تو مازندران به تنگنا میفته. واسه همین با توران توافق میکنن جنگو کنار بذارن. با یه روش بهتر توران رفته تو پاچشا. تصمیم میگیرن که از مازندران یه تیر. چجوری با توران جان به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه واسه مرزاشون واقعا بجنگن، اینکه یه نفر یه تیری بندازه و این تیر کجا فرود بیاد روش بهتریه؟ نمیدونم. البته که خب جلوگیری از جنگ و خونریزی میشه، ولی خب فایدهش چیه؟ اونا میتونستن یه بار دیگه تیر بندازن؟ تیر به سمت خاور پرتاب کنن که میشه خراسان الان. هر جا تیر فرود اومد اونجا میشه مرز بین دو تا کشور. یعنی از مازندران زد تو خاور؟ یا نه کلا هر جا بین اون موی افتاد به سمت اونجا دیگه. الان که افتاده. چه خفن. بعد آرش بین ایرانیان به عنوان بزرگترین و برجسته ترین کماندار میدونست که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و پرش تیر اون وابسته است. تمام توان خودش رو تو این بعدش هم میمیره فکر کنه و خودش بیجان به زمین میفته. آره افسانه است دیگه. از کوه و دشت میگذره تا نهایتا کنار رود جیهون تو تنه درخت گردویی که بزرگتر ازش. بعد ببخشید کی اینو ثابت کرده که اون تیره که 9 روز بعد یه جای دیگه، یعنی همه جای دنیا یه آدم وایساده ببینه اون تیر کجا میرسه به زمین، یا جی پی اس داشته؟ توی دنیا نبوده فرود میاد و اونجا میشه مرز بین ایران و توران. 9 روز سواد میخورد. چقدر خفن. چرا گردو نمیخورن پس؟ تحلیلو دیدی؟ چرا گردو نمیخورن؟ چرا؟ احساس نمیکنی اگه مثلا من زمان قدیم بودم میتونستم این کارو بکنم؟ ببین من احساس کنم میتونستم. یعنی تو اگه الان همینو بندازی بیفته رو اون پله ها من به جایزه میدم. احساس میکنم که زمان قدیم رو من حساب کن که کوروش بیاد و اون تیر رو بزنه واسه بچه‌ها. حداقل مثلا یه 5 ایران میشد مثلا 2 در مجازات می‌کردیم. قبل از 2 در 2 کوزه که یکی از رسوم مهم جشن تیرگانه یه شعر می‌خوندن. جاهای خالی میشه با کدوم کلمه‌ها پر میشه؟ تیر برو جای خالی بیا، غم برو شادی بیا، مهنت برو. میشه ما ورژن خودمون رو بسازیم؟ همه من نمیخونم ولی شما تو دلتون بخونید. تیر برو، غم برو، شادی بیا. کاملا مشخصه جای خالی چیه. خالی بیا، خوشه مرواری بیا. خوشه مرواری ازش انگوره. 1 باران و خوبی،
تیر برو بارون بیا، غم برو شادی بیا، مهنت برو خوبی بیا. 2 باران و حکمت. 3 مهنت برو حکمت بیا. باران و حکمت. غم برو شادی بیا، مهنت برو حکمت بیا. نه درسته. چی؟ تیر برو شیر برو شادی بیا، مهنت برو روزی بیا. میگه زبونت نگیره حالا اینکه تیر برو بارون بیا زیاد باحال نبود، باد باحال‌تر بود. تیر برو باد بیا. مرسی ایمان تمام شد سوالا. بله تشریف برین که میخوام خیستون کنم با آب پاشانکت کنم امروز. آماده ای؟ خیستونک به تعداد نیست، به ضرب دست. تیرگانت مبارک باشه آقا ایمان. من شب رو چقدر خوشگله یه دونه بهم بزنی درسته؟ یه دونه دیگه درسته. تو فقط یه دونه بزنی. من فقط بگم مطمئنم الان همه رو میزنم. من اول شروع کنم. فاصله رو رعایت کنی. یه شعری هم بخونی. کاری آ شعر بخونم موقع آب پاشو میدن. تیر برو. کوزه‌سری اگه دوست داری میتونی شعر. من چون زرقی من از تو. من رو بخونم اونور. نه میخوام چش. میگه زرقی. میز به میز. میز به میز. رو به رو. اگر بزنم نخوره بهش چی؟ مگه میشه فاصلت؟ من میتونم اینجوری کنم. آره میتونی بزنی. تیرگان چه جشن خوبیه. نکن کوروش به خدا برمی‌داره. بابا خب یکم بدی دست ایمان. 3 تام دارم میتونم تا فردا صبح 4 تا داری. تو دست خودت. تو دستش داری. سعی می‌کنم رو تو بهتر کنم. نه تو دست خودت. می‌خوای بول بگیری؟ 2 تا دیگه 2 تا دیگه. 2 تا دیگه. تو همین اوضاع بزن تو سرش. من بزنم؟ من بزنم بعد تو برخواتو بزن دیگه. محکم نزد. بچه ها هندی ها یه جشن اسمش هولیه واسه تون توضیح دم. بعد تو همین بادکنک ها علاوه بر آب پودر رنگ هم میریزن. وقتی پرت میگم به سمت هم دیگه رنگ میپاشه. بعد لباسای سفید میپوشن که این رنگایی که رو لباساشون پخش میشه مثل اثر نقاشی میشه بعدش. خیلی یعنی یکی از باحال‌ترین جشنای دنیاست جدی. چیکار داری می‌کنی؟ ساعتونو چرا داری بلند می‌کنی؟ تو یه دونه داری. مطمئنم ایمان میخواد جرزنی کنه. می‌دونی تو تیرگان چیو به همه یاد میدن؟ مهر و محبت. تو تیرگان وایس تو تیرگان بخشندگی رو باید یاد میدن. مهربانی، بخشندگی، فهمیدی؟ میستد نمیتونی بزنی میستدی. چجوری میستد؟ من یکی باید بزنم. من خیلی میستد. یه نفس عمیق بکش. میگه خیلی عصبیم. کل سطح میام. فکر کن تمام عصبانیت یه بادکنکیه که همینجور داره ازت دور میشه. یه بادکنک دورش کن. آخه زد تو موسش. اینا کجا اومد؟ ترسیدم. آخ چون فال کوزه بگیریم. چقدر تیرگان حال میده. آره خیلی جشن خوبیه. شروع از جشن قرار شد که هر کی امتیاز کمتری بگیره توی قسمت آخر برای بچه‌ها و برای بقیه فال کوزه بگیره. آخ جون بیا نیت کن. امتیازاتون رو جمع زدم. ایمان با 1 امتیاز عقب افتاد. من امروز واقعا در حقم اچاف شد. نه واقعا جشن گرفتی. این خیس شدن جشن خوشحالیه. آب اصلا چیزه. تو بیشتر نه روشنه. مراسم فال کوزه یا چک و دوله. چک و دوله چی؟ چک و دوله؟ اینجوریه که قبل از مراسم دوشیزه‌ای رو انتخاب می‌کردن. دوله رو بین کسایی که آرزو و خواسته داشتن می‌چرخوندن. هر کی توش یه سکه انگشتر سنجاق‌سر یا هر وسیله کوچیکی چیزی داخل کوزه میندازه و بعدش کوزه رو میبرن زیر درخت سرو سبز میذارن. روز مراسم ریش سفید یا بزرگ جمع میاد شعر میخونه ولی خب اینجا بازنده. آره بازنده در حقیقت برای ماست. بعد قبل از اینکه دستشو ببره تو کوزه یکی از اون وسایل رو در بیاره همه اون شعره رو میخونن. تیر برو باد بیا، غم برو شادی بیا. بیا بریم داریم کوزه رو داری؟ آره. بعد اون یکی از وسایل توی اون کوزه رو در میاره و میفهمه که اون شعری که خونده که ما حافظ میخونیم تعبیر خواسته مثلا اون شخصیه که اون
یادگاری ما الان گذاشته اوه بیا چه فالم بگیر، خفن. فالم بگیر ایمان. بذار یک سیب از خودم بیارم بذارم اون تو. رقص آره، تیرگان من رو این برام مراسمو بیا. دوست- چه لباس تیرگانی قشنگی چه هم پوشیدی. خوشگله لباسی. رقص تیرگان رو برو برامون. تیرگان. خیلی قشنگه. هر چیز خودم میندازم. باریکلا. باریکلا. مهنت برو روزی بیا. این از طرف خودم چون که خودکارمه. این خودکارمو من چند سال دارم خیلی دوستش دارم. چند سال داری؟ زیاد. آخه از طرف بچه‌هام این پیکو میندازم، پیک گیتارمه. خب اون وقت دستشو بکنه اون تو میفهمه کدومه. تیرگان بگیری. من خودم عزیزی بندازم. من دیگه یا بزرگم نه دیگه. تو دیگه فال میگیری. من بزرگم. برو بریم. تیر برو باد بیا دارم اشتباه میخونم. چی؟ از طرف میاد چی؟ بیا. برو شادی بیا. مهنت برو روزی بیا. خوشه مرواری بیا. دو چیزای خوبی بودیم یا مرسی. ایمان چیزی نداشت؟ ایمان نه من به عنوان فقط من و بزرگ و بچه‌هایی پیر. الان. تو هم می‌خوای بندازی؟ آره دیگه. آخه طولانی میشه بخوایم فال تو هم بگیریم. من به نظرم فقط برای من و بچه‌ها. حالا بیچاره. فال دیگه تیرگان خب الان ایمان باید اینجوری برقص و که واسم اینجا فال بگیره. نوشته توی این فالگیری خب بیشتر بانوان باشندگی میکنند. یعنی چی چی؟ باشندگی؟ باشند فقط هستن. همچی باشن بله. در و داغ زندگی باشن. میکنم. اه هستن. اون چی؟ باشن. کسی افتاد بانوان بیشتر ناراحت بانوان چند باشندگی روحش. میکنن و سالخوردگان با نوایی بلند به نوبت ترانه هایی میخونن و دختر در پایان هر ترانه دست میکنه از اون تو در میاره اون یادگاری رو، ولی دیگه خودتون دراره. ما دیگه خودمون در میاد. فقط باشن. من اینجا میخوام باشه. آش بخورم باشندگی کنم. بچه‌ها میا همیشه تو ویدیوهای کومان داره باشندگی میکنه، خیلی جالبه. ایمان با یه صدای بلند و رسا بابای بازم شیر ترانه فرهاد بخونم شو. چی بخونم؟ ترانه باید برام بخونی. دیگه بخون دیگه. نرو تنها نذار من عاشقتم دیوونه وار. به به حالا حالا نرو دست آره کنم دست تو کن تو کوزه. کوزه. فال من در بیاد. دستش واسه همین واسه همین خانمای چیزا میاره. آها چی باید در روی دستبند میاره؟ فال من فالشو بخون. فالشو برام بخون. فال بگیره. آره برام فال فال حافظ بگیری. میگرفتن اون موقع ما داریم حافظ میگیریم. آره ای چون حافظ ما شیرازی تو محرم هر رازی تو رو به شاخ نواد تو این چیزایی که میگن برو بریم. خب راستی رو میخواین چپیو؟ چپیو. به عزیز جهان هزار دشمنم را میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمن ندارم با. من فکرم من چه قشنگه، میگه یعنی یه دوست خوب باعث مرا میشه که هزار امید و خیلی قشنگه. سال تو زنده امید وصال مرا امید وصال تو زنده می‌دارد. به به بسی سرش کم شعرشو بیارم. هر دم از رنج به به عجب فالی در اومد. خیلی این بگو برآورده مستعلیقه. میشه آرزوم یا نه؟ برآورده میشه. آخرش بذار بخونم. به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، گر بر تو نهد روی مسکنت بخواید من فرخ. واسهتون بخونم؟ ایشالله. من میخونم. نوشته هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. یعنی میگه که اگه 1000 تا دشمنم به نیت هلاک کردن من بیان، تا وقتی دوستی مثل تو دارم از دشمنم نمیترسم. مرا امید وصال تو زنده میدارد وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. این که دیگه واضحه. نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. این کل چیزش یه نباید بخونی چون خانوما دارن باشندگی میکنن. رود به خواب دو چشم از خیال تو، هیهات بود صبور دل اندر فراق تو. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. چه جالب. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک. خداییش خیلی قشنگ بود. شعر
فقط حافظ که از کی راجع دریا کرد. جالب. ای قدرت دریا. این گیره. اینو گیر. بله این بریش کنه. مهنت برو روزی بیار. آها میگه بچه‌ها در اومد. حالا بچه‌ها نیت کنین. نیت ماه، این نیت ماه. نیت کنین که فال شماست. بذار اینم اولشو بگه سرچ کنم پیداش. راست. نرگس جادو. بقیه‌ش هم باید بگه. نرگس جادو. نرگس جادو. تاییدش خواست بگیره. دل من در هوای به من بخونم، من اصلا قشنگ‌تر می‌کنم بچه‌ها. فرخ. آره بخون ببینم. دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ. فرخ کیه؟ آره این اصلا راجع به فرخه. به جز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخوردار شد از روی فرخ. سیاهی نیکبخت است آنکه دائم بود همراز و همزانوی فرخ. فکر کنم فرخ چیز بوده، این رقیب عشقیش بوده. شود چون بید لرزان سرو آزاد اگر بیند قد دلجوی فرخ. او نه، فرخو داره ستایش میکنه. بده ساقی شراب ارغوانی به یاد نرگس جادوی فرخ. دوتا شد قامتم همچون کمانی ز غم پیوسته چون ابروی فرخ. نسیم مشک تاتاری خجل کرد شمیم زلف عنبربوی فرخ. این کلا در وصف آقای فرخ بود. از هند دیزه نقش هیچ کس نیست که بر خود دار شد از روی برخوردار شد از روی سیاهی نیک بخت است آنکه داییم بود هزار و هم زانوی فرخ. دو چون بید لرزان سرا آزاد اگر بید مهد وسجوی فرخ. بده ساقیش انگار داره به زبون دیگه میخونه. این اصلا کجاست؟ اگر بیند قد دلجوی فرخ رو ببینی چطوری میخونه؟ بود هزار و این بود همراز و همزانوی فرخ شود چون بید لرزان سرو آزاد. ببین چجوری میخونه. هم زانوی فرخ. خب دو چون بید لرزان سرا آزاد سرو آزاده. اگر بیند قد دلجوی فرخ. ببین چی میگه. بید مهد وسجوی فرخ. بید مهد وسجوی فرخ. مگه چقدر تحریری نوشته. بده ساقی شراب ارغوانی به یاد نرگس جادوی فرخ. دوتا شد قاسم دوتا شد قامتم همچون کمانی زنم نه زغم پیوسته چون آبروی فرخ. نسیم مشک تارتاری مخمل کرد شمیم خجله زلف عنبر بوی فرخ. اگر میل دل هر کس به ادامش بود. اگر میل دل هر کس به جای است بود میل دل من سوی فرخ. غلام همت آنم که باشد چو حافظ بنده و هندوی فرخ. چقدر قشنگ بود ولی میگه یعنی هر کی دلش میخواد هر جا باشه. من چشم فقط فرخ رو میبینم. جایی است بود میل دل من سوی فرخ. غلام و همت آنم که باشد چو حافظ بنده و بنده فرخ. تعبیرشو بخونم. نوشته در میان تمام دلبران دل تو پایبند یک نفر است که حتی فکر دل کندن از او را هم نمیتوانی بکنی. این علاقه تا حدی است که تو حتی دوستان او را نیز به خاطر او دوست می‌داری. نیت تو نسبت به او پاک است. خدا نیز تو را یاری خواهد کرد تا به وصال او برسی و با سعادت و شادکامی زندگی کنی. آخه خیلی قشنگ بود. واقعا قشنگ بود. نوشته که این آرزو خوشبختانه به زودی برآورده میشه و جای هیچ گونه نگرانی نیست. بچه‌ها تمام آرزوتون برآورده میشه. اصلا دست میندازن جایی از کتاب که برآورده بشه. خیلی قشنگ بود. فرخ متاسفانه اسم مرده. بعداً واسم بخون.
میخواد تایم کنم. دوتایی با بچه امیدوارم که شما مثل ما امروز کنید خیلی خفن بود، جدی خفن. امروز با فرهنگ غنی و باستانی ایران آشنا شدن. خود ما من خیلی واقعا این امروز واقعا تقریبا چیزی نمیدونستم. خیلی باحاله واقعا. من یه دلیل برای آب بازی داریم الان دیگه واقعا دلیل واسه آب بازی و کلا باعث میشه انگیزه‌ام بیشتر در این یاد بگیرن. خیلی حالا بوست آخر سال تیرگانم بهم بده. بوست تیرگانم بهم بده. مرسی. اینو اضافه کردم. بوست تیرگان اضافه شد. بعد این سری هم صورت یک بادکنک پر آبم واسهتون میارم. اوه ترکوندیش. حالا کامنت رو بعد. آخه. بای بای. بای بای. خوش زمینه ببینید. نیفته تو حلقش. بخور دیگه تا اینجا. میگه بخور تا اینجا. درست. حال نمیده خدایی که انگور بذاره دهنه. خدایی لذتی که فکر نمی‌کنم. بچه‌ها تیرگانتون مبارک باشه. عجب روزی عجب خیلی قشنگه. آژیر مشکل گشا بهمون دادن. مشکلاتتون گشاش. ایمان همه چی رو خراب میکنه برام. ایمان همش تو فاز منو برام خراب میکنه. به جایی که یه فوبیای جدید من الان دارم. آره ایمان اون آجیل مشکل گشادت باز شد. تو که مشکلش رو گشاد نظری ما کن. باورم نمیشه اسم تو در اومد توش میام که بضاعتی نداریم و فکنده ایم دامی به که گویم این حکایت که لبت حیات ما بود و نداشتی دامی. داشتن که اگر بخوای تمام عمر خود را در انتظار کسی باشی که برات کاری انجام دهد هرگز موفق نمی‌شوی. خیلی قشنگ. جسارت به خرج بده و خود پا پیش بگذار. واقعا قشنگ بود و حق بود. واقعا خداوکیلی خود. به قول دوستمون واسه هدفاتون تلاش کنید و پولدار بشید. یه همچین چیزی میگم.